سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز اومدیم تا یک بار برای همیشه تکلیفمون رو با د در زبان انگلیسی مشخص کنیم. به چنل من خوش اومدین و توی این کانال هر بار با یکی از مسائل زبان انگلیسی روبرو میشیم و اونها رو حل کنیم. حرف تعریف یا معرفه د در زبان انگلیسی چند تا کاربرد خیلی خلاصه داره. اولین کاربردش اینه که ما د رو قبل از اسامی استفاده میکنیم که شناخته شده هستن برای مخاطب. فرض کنیم میخوایم در مورد یه ماشین حرف بزنیم، در مورد یه ساعت مچی، در مورد یه گوشی تلفن، در مورد یه خونه، هر چیزی که برای مخاطب آشنا باشه و اونو بشناسه قبلش د میاریم. مثلا اگه بخوام بگیم تو ماشین رو شستی، به داداشت میگه، به داداشت میدونه که کدوم ماشین رو میگی. Have you washed the car؟ ماشین رو شستی و داداشت میدونه که کدوم ماشین منظورته و اینجا باید د رو بیاریم. دومین کاربرد کلی که د داره اینه که همیشه با سوپرلاتیو ها یا صفات عالی میاد. به این چند تا مثال دقت کنیم. مثلا the most beautiful country, the biggest man, the most modern country, the tallest man in the room, the prettiest girl in the world. قبل از همه صفات عالی د میاد. حالا یه سری اسامی هستن که خاصن و همه میشناسدشون یا حداقل یه بار شنیدن اسمشو. مثلا the Nile، رود نیل، یا the Eiffel Tower، برج ایفل، یا the Alps، کوههای آلپ، یا the Great Walls of China، یا مثلا the New York Times، یا the UK یا همون the United Kingdom، یا the USA، ایالات متحده آمریکا. و اینا اسامی خاصی هستن که ما د رو باهاشون استفاده میکنیم. یکی از کاربردهای دیگه جهات جغرافیایی هستن. The North, the South, the East, the West. اینها همیشه با د میاد. حالا یه سری چیزهای دیگه هستن که یه دونه ازشون بیشتر نیست، مثل the sun, the earth, the moon. اینا همیشه باهاشون د میاد. یکی از چیزهای دیگه ای که همشون با د میان آلات موسیقیه. به این چند تا جمله دقت کنید. I wanna play the guitar. She can play the piano. پس همه آلات موسیقی قبلشون د میاد. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، قبل از زمانها، مثل یه دهه یا قرن. مثلا in the 1990s، در دهه 90، یا the 21st century، قرن 21. اینا چیزای کلی هستند که ما د رو باهاشون استفاده میکنیم. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره.